خب دشمن میگه آقا من باید فضای ذهنی این جوان نخبه رو به گونه‌ای تاریک بکنم که به هیچ وجه امکان تولید علم نداشته باشه، امکان نوآوری نداشته باشه. بذارید من یه شعار بدم. مرد، میهن، آبادی. خب ما هم عرض کردیم که شعارمون همینه: زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. دوستش هم داریم، میخوایم هم بهش برسیم انشاءالله. به روش های مرد، میهن، آبادی، 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 مرد، میهن، آبادی. خب هممون شعار دادیم، رسیدیم الان به زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. هدف همه ما اینه که بتونیم به این